تصور کن توی کشوری زندگی میکنی که اینترنت فقط یک افسانه است. تقویمت با کل دنیا فرق میکنه و حتی مدل موهات رو هم دولت باید برات انتخاب کنه. بله، خوش اومدین به کره شمالی، مرموزترین و بسته ترین کشور دنیا که پر از عجایبیه که باور نمی‌کنی. پس تا آخر ویدیو با من همراه باش چون حسابی قرار شوکه بشی. اولین چیزی که تو رو شوکه میکنه تقویم کره شمالیه. اونا سال شماری خودشون رو دارند که از سال 1912 شروع میشه. یعنی سال تولد رهبرشون کیم ایل سونگ. پس وقتی ما توی سال 2025 زندگی میکنیم، اونا هنوز دارن توی سال 1912 زندگی میکنن. تصور کن حتی توی زمان هم از دنیا جدا باشی. اینجا خبری از اینترنت جهانی نیست. فقط یک شبکه داخلی وجود داره به اسم کوانیونگ که فقط حدود 500 تا سایت داره. نه یوتیوب، نه گوگل و نه هیچ شبکه اجتماعی دیگه‌ای. فقط سایت هایی که خود دولت اونا رو تایید میکنه. برای همینه که مردم کره شمالی هیچ وقت واقعیت دنیای بیرون رو نمیبینن. فیلم های خارجی، موسیقی غربی، نه فراموششون کن. اگه کسی فیلم هالیوودی یا موزیک پاپ گوش بده، مجازات خیلی سنگینی میشه. حتی زندان یا مرگ. اونا مجبورند فیلم ها و موسیقی هایی رو ببینند و گوش بدند که خود دولت اونا رو تولید کرده. این یعنی یک زندگی کنترل شده و یک نواخت. پیونگیانگ، پایتخت کره شمالی، یک شهر لوکس و پر از ساختمان‌های مدرنه، اما فقط مخصوص آدمای خاص. آدمای عادی به هیچ عنوان نمیتونن واردش بشن. اما عجیب‌تر از اون اینه که شهری وجود داره به اسم کیجوندونگ که نزدیک به مرز کره جنوبیه. شهری پر از ساختمان‌های رنگی و نورپردازی شده، اما خالی از سکنه. شهری مثل شهر ارواح، تا فقط به کره جنوبی بگن ببینید ما چقدر پیش رفته ایم. کره شمالی یک قانون خیلی خاص داره. تصاویر و مجسمه های رهبرا باید همیشه تمیز باشن. حتی یه ذره خاک روی عکس رهبر میتونه برای مردم دردسر درست کنه. جالب‌تر این که مدل موها هم باید بین مدل‌های تایید شده دولت انتخاب بشه. تصور کن حتی آزادی انتخاب مدل مو رو هم نداشته باشی. گزارش‌هایی هست که میگن بعضی مجازات‌های سیاسی اونها خیلی وحشتناکه. حتی گفته میشه از توپ ضد هوایی یا سگ‌های وحشی استفاده میکردن. از طرف دیگه رسانه هاشون پر از اخبار ساختگی. مثلا توی جام جهانی 2014 گفتن تیم ملیشون به فینال رسیده و برزیل رو شکست داده. در حالی که همه دنیا میدونستند این یه دروغ بزرگه. کره شمالی واقعا مثل یک دنیای موازیه، جایی که مردمش زندگیشون کاملا کنترل شده است و چیزی از دنیای بیرون نمیدونند. ما هم بخش کوچیکی از واقعیت این کشور رو شنیدیم. شاید همین رمز و راز باعث شده همیشه پر از سوال باشه. کشوری پر از عجایب که بیشتر شبیه به یه فیلم علمی تخیلیه تا یه کشور واقعی. یه چیز شوکه کننده ترم وجود داره، اینه که حتی کلمه بستنی یا همون آیس کریم هم ممنوعه. پس به نظرتون مردم به جای بستنی چی میگن؟
اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد ممنون میشم چنل ما رو سابسکرایب کنید.